کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 24 اکتبر سال 2022 ساکنان و مهمانان جمهوری را آگاه کرد که طبق پیشبینی هواشناسان تا 27 اکتبر در کشور آب و هوا نامساعد شده در وادی‌ها باران و در کوهستان برف‌تر می‌زند. همچنین در مناطق کوهستان و دامنکو یخ زدن قبط خاک نیز پیش بینی کرده می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده در این رابطه به ساکنان مناطق کوهستان و دامنکو مراجعت کرده هشدار داده است که سردی ها می تواند به حاصل کشاورزیشان خطر ایجاد کند و از این رو آنها باید حاصل الکه پخته و رسیده را سر وقت جمع آوری کنند و حاصل باقی مانده را با پلیونکه متا و یا با علف بار کنند که سرد نزند. کمیته همچنین از چارواداران خواسته است که هنگام چرانیدن چاروا و در چراگاه‌های کوهستانی هوشیار باشند. از پدر و مادران هم خواسته شده است که در این روزها کودکان خود را بی نظارت نگذارند. به خاطر پیشگیری از سوختار باید بچه اندازه درست کار کردن تجهیزات برقی اهمیت ویژه داد. از آنهایی که خانه‌هایشان را با انگشت گرم میکنند خواهش میکنیم که از قبل دودبراها و درست کار کردن بخاری‌هایشان را تفتیش کنند. گفته می شود در هشدار کمیته حالتهای فوق‌العاده از رانندگان هم خواسته است که هنگام حرکت در راه‌های کوهستان محدودیت سرعت و فاصله مقرر شده بین واسطه‌های نقلیات را قطعاً رعایت کنند، چون که در این روزها خطر سنگریز و سیل زیاد است.